الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. متفق عليه. بخاطر ازی که با بعضی از سنت‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنایی پیدا بکنیم، امروز موضوع رفع الیدین بحث میکنیم. رفع الیدین یعنی بالا کردن دستها در نماز یکی از سنت‌های نماز است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در 3 مورد دستهای خود بالا میکرد. در حدیث عبدالله ابن عمر آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستهای خود برابر شانه‌های خود بالا میکرد. و از حدیث مالک ابن حویرث رضی الله عنه معلوم میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستهای خود برابر نرمی گوشهای خود بالا میکرد، برابر گوشهای خود بالا میکرد. و ایرا اختلاف تنوع میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گاهی دستهای خود برابر شانه خود بالا میکرد و گاهی دستهای خود برابر گوشهای خود بالا میکرد. البته یک چیز متوجه باشیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هیچ وقت گوشهای خود نگرفته. بعض برادرها وقتی که تکبیر تحریمه را میخوانه و دستهای خود که بالا میکنه، گوشهای خود میگیره و دستهایش این قسم میباشه، دستهای خود گرفته باز تکبیر میگه. ایده هیچ حدیث نمده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی که دستهای خود بالا میکرد، امی کف دستش طرف قبله می بود، برابر گوش یا برابر شانه. این سنت است. و در 4 مورد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که دستهای خود بالا میکرد. عبدالله ابن عمر روایت میکنه: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یرفع یدیه حذو منکبیه. عادت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ای بود که دستهای خود برابر شانه‌های خود بالا میکرد اذا افتتح الصلاة، هنگامی که نماز افتتاح میکرد، هنگامی که تکبیر تحریمه را میگفت. و اذا کبر للرکوع، و هنگامی که به رکوع تکبیر میگفت. و اذا رفع رأسه من الرکوع، و هنگامی که سر خود از رکوع بالا میکرد، رفعهما كذلك، با همین قسم دستهای خود بالا میکرد. در وقت رکوع رفتن، وقتی که از رکوع بالا میشد. و این حدیث متفق علیه است. صحیح ترین حدیث است. امام بخاری و امام مسلم رحمت الله علیهما به صحت از این حدیث اتفاق کرده. و امام بخاری حدیث دیگر روایت میکنه از نافع که شاگرد عبدالله ابن عمر است. و میگه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در هنگام تکبیر تحریمه و وقتی که در رکوع میرفت، وقتی که از رکوع بالا میشد، و اذا قام من الرکعتین، و زمانی که از 2 رکعت برکت سوم بالا میشد از قاعده اول، دستهای خود برابر شانه خود بالا میکرد. و رفع ذلك ابن عمر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم. و اینمی کار پیغمبر عبدالله ابن عمر به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت میداد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اینمی 4 مورد دستهای خود بالا میکرد. در وقت تکبیر تحریمه، وقتی که به رکوع میرفت، وقتی که از رکوع بالا میشد، و وقتی که از قاعده اول برکت سوم بالا میشد. در این 4 مورد دستهای خود بالا میکرد. و در این مورد حدیث بسیار زیاد آمده. حدیث انس بن مالک است، او هم در این موارد رفع الیدین نقل کرده. حدیث ابو هریره است، حدیث مالک ابن حویرث است، حدیث وائل ابن حجر است. و در یک حدیث که ابو حمید ساعدی روایت کرده، ابو حمید ساعدی در حالی که در بین مجمع صحابه نشسته بود، 2 نفر صحابه دیگه به همراهش نشسته بودند. اونا را گفت که انا احفظکم لصلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما نسبت به همه شما نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم را زیاد میفهمیم، زیاد بیاد داریم که چه قسم نماز میخوان. باز وقتی که
کیفیت و روش نماز پیغمبر اسلام بیان کرد. گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در وقت تکبیر تحریمه و هنگامی که به رکوع می رفت و وقتی که از رکوع بالا می شد و وقتی که از 2 رکعت به رکعت سوم بالا می شد دستهای خود بالا می کرد. اما 2 نفر صحابه که نشسته بودن اونا گفتن که صدقت، ای ابو حمید ساعدی تو راست گفتی، هکذا کان یصلی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا که به همین شکل نماز میخوان. این یک حدیث تقریبا 11 صحابه موضوع را تایید میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این 4 موارد دستهای خود بالا میکرد. و در مورد ترک رفع الیدین فقط یک حدیث نقل شده از عبدالله بن مسعود. علقمه روایت میکنه که عبدالله بن مسعود به ما گفت که الا اصلی بکم صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ما به شما نماز نخوانم نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم را؟ پس وقتی که نماز خوان فلم یرفع یدیه الا فی اول مره، دستهای خود بالا نکرد مگر در اول دفعه. این حدیث نهایتا علماء ایره حسن گفته، حتی بعضی علماء ایره تضعیف کرده. امام ابو داود رحمت الله علیه گفته که این حدیث به این معنی از پیغمبر اسلام به سند صحیح نقل نشده. و علی کل حال بازم چون یک حدیث آمده، اگر کسی نظر به این حدیث در وقت رکوع رفتن یا از رکوع بالا شدن رفع الیدین نمیکنه نمازش میشه. ابن حزم میگه اگر این حدیث عبدالله ابن عمر ابن مسعود نمی بود ما رفع الیدین واجب میگفتیم، لیکن به خاطر حدیث عبدالله بن مسعود ما رفع الیدین جائز میدانیم، سنت میدانیم که عمل مسنون است. و در یک حدیث آمده که کنز العمال او را نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته کسی که در نماز رفع الیدین میکنه در برابر هر کلک الله عزوجل برش حسنه و نیکی نوشته میکنه. پس در یک دفعه رفع الیدین کردن الله عزوجل دا نیکی را نوشته میکنه. و امروز در قرآن کریم شنیدیم که الله میفرماید من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، کسی که یک نیکی را انجام میده الله عزوجل امون نیکی را بعدا چند برش محاسبه میکنه. یعنی وقتی که یک دفعه انسان دست خود بالا میکنه در نماز دستهای خود، الله عزوجل 100 نیکی را برش نوشته میکنه. و بعضی دوستا که یا به حدیث اشنایی نمیداشته باشه یا یکی از عناد کار میگیره به مردم بعضی شبهات ایجاد میکنه که رفع الیدین در ابتدای اسلام بود، البته باز منسوخ شده. و به خاطر نسخ رفع الیدین از حدیث جابر بن سمره استدلال میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که مالی اراکم رافعی ایدیکم، شما چرا دستهای خود بالا میکنین که انها اذناب خیل شمس، مثل اسبهای مست واری شما دستهای خود که اسب دم به خود بالا میکنه، چرا شما در نماز دستهای خود بالا میکنین؟ میگن به این حدیث رفع الیدین منسوخ شده. این بسیار ظلم است، به خاطر که حدیث در مورد بالا کردن دستها در وقت سلام آمده. امام مسلم رحمت الله علیه اینمی حدیث روایت کرده. جابر بن سمره میگه وقتی که ما در نماز سلام میگردانیدیم یک نفر از ما در وقت سلام گردانیدن دست خود هم بالا میکرد، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما گفت که علامه تؤمئون بایدیکم کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاه، چرا شما در وقت سلام گردانیدن به دست خود اشاره میکنین؟ انما یکفی کانها اذناب خیل شمس، مثل دنب اسب که مست باشه که اسب دنب خود بالا میکنه، چرا شما این قسم دست خود بالا میکنین؟ اسکنوا فی الصلاه، شما در نماز آرام باشین. و گفت که انما یکفی احدکم ان یقول السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. با یکی از شما کفایت میکنه که فقط لفظ سلام به زبان خود بگوید که السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله. این در مورد دست بالا کردن در وقت سلام است. پیغمبر اسلام عظیم نکرد. بعضی برادرها یا به خاطر که عناد می داشته باشه یا به خاطر که با حدیث اشنایی نمی داشته باشه میگن به این حدیث رفع الیدین منسوخ شده. این حدیث درباره رفع الیدین حتی عبدالله بن عمر امام حمیدی در مسند خود، حمیدی استاد امام بخاری است،
در مسند خود از عبدالله ابن عمر نقل کرده که عبدالله ابن عمر کسی را که میدید که در وقت رکوع رفتن از رکوع بالا شدن دستهای خود بالا نمیکرد او را به سنگریزه ها میزد که چرا این سنت ترک میکنی. یعنی صحابه قدر در مورد از سنت حریص بودن، کسایی که سنت عمل نمیکرد اونها را به سنگریزه ها میزد. و از بعض روایت ها ثابت است که پیغمبر صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در وقت تکبیر تحریمه دستهای خود بالا میکرد و عند الرکوع در وقت رکوع رفتن و عند الاعتدال من الرکوع و در وقتی که از رکوع بالا میشد. فكانت تلك صلاته حتى لقي الله عز وجل. پس اینمی نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود تا وقتی که به الله عز وجل ملاقات کرد. انت روز مرگ پیغمبر اسلام این عمل میکرد. بناء رفع الیدین این سنت است. اگر کسی عمل بکنه الله عز وجل در یک رفع الیدین کردن الله 100 نیکی را برش نوشته میکنه. اگر کسی ترکش میکنه نمازش میشه لیکن از فضیلت محروم میشه. البته یک نکته را متوجه باشیم، کسانی که نفرت میکنه یا کسانی که ایرا بد میبینه، یعنی ما به یقین گفته میتونیم که اونها از ایمان، از نعمت ایمان خود محروم میکنه، به خاطر که به طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم نفرت کردن او را بد دانستن. این به این معنی است که به همراه پیغمبر الله دشمنی داره. محبت رسول الله تقاضایش است که ما سنت رسول الله را هم محبت داشته باشیم. اگر کسی به این سنت نفرت میکنه یا ایرا بد میدانه، یعنی ما به یقین گفته میتونیم که از ایمان خود محروم میکنه. صلی الله وسلم و بارک علی حبیبنا محمد و علی آله و اصحابه. أيا دارها حييت دارا ومن